سلام دوستان، خسته نباشید. به بخش دیگه از آموزش نرم افزار آباکوس در خدمت شما هستم. در این قسمت از آموزش قرار هست که ما یک سری ست تعریف کنیم که در حالت جیومتری، نود و المنت باشن. به صورت ساده اگه بخوام براتون توضیح بدم، اگه ما یه قطعه داشته باشیم که بخوایم برای هر قسمت مختلفش، مثلا سطوح داخلی، سطوح خارجی، سطوح بیرونی و کل اون قطعه، یک تعریف پارامترهای جداگونه داشته باشیم. به طور مثال ما یه قطعه ای داریم الان در حال حاضر مثل منیوفیلد. این منیوفیلد در یک دمای مثلا بین 25 درجه سانتیگراد تا 37 درجه سانتیگراد دمای بیرونی رو داره طی میکنه. یعنی شما باید یک ست تعریف بکنی برای اینکه بتونی عرضم به حضورتون که دمای پیشفرض رو داشته باشی. بعد باید براش یک ست تعریف بکنی که دمای ورودی به این رو از ابتدا داشته باشی. سپس برای خروجی باید داشته باشی. از طرفی تشعشع حرارت رو بتونی حساب بکنی توی این قطعه. یعنی عملا برای این قطعه برای هر قسمت متفاوتش باید شما یک پارامتر جداگونه رو وارد سیستم بکنی تا بتونی یک تحلیل درست رو از این مجموعه استخراج کنی. هرچند این قطعه نیاز پارتیشن بندی های خاص خودش رو در مش بندی داره که هم زمان برتر و هم پرهزینه تر خواهد شد، ولی ما در این قسمت قرار هستشی که برای آموزش آینده و که قرار این رو تحلیل بکنیم به شما انتخاب نود، المنت و جیومتری رو در حالت ست آموزش بدیم. ببینید به عنوان یک قطعه من میخوام یک ست براش تعریف کنم. ابتدا وارد محیط اسمبلی میشم، دکمه اوکی رو میزنم و قطعه‌ام در حالت ایندیپند فراخوانی میشه. برای اینکه بخوام یک سری ست تعریف بکنم، خب به صورت پیش‌فرض تولز رو باز میکنم، ست رو انتخاب میکنم و کریت رو میزنم. همونطور که میبینید کریت ست من در حالت جیومتریه. برای بعضی از تحلیل ها شما نیاز داری نود رو انتخاب بکنی، نیاز داری المنت رو انتخاب بکنی. در نتیجه باید چیکار بکنی؟ قطعه رو از حالت اسمبلی خارج کنی یا بری وارد ماژول مش بشی. برای این اتفاق کافیه که شما دکمه گلوبال سید رو بزنی، بالا مثلا میتونی عدد 4 رو انتخاب بکنی، دکمه اوکی رو بزنی و یه سری نقاط رو برای این قطعه ایجاد بکنی. برای مش بندی این قطعه در حالت تست، در حالت فری و دکمه اوکی رو من میزنم. دکمه اساین مش رو میزنیم و قطعه ما شروع میکنه به پردازش شدن برای مش بندی. همونطور که مشاهده میکنید چند لحظه صبر میکنیم تا این آنالیزش تمام بشه و به رنگ سبز و حالا مشبک های سبز این قطعه ما در بیاد و نیاز هست که این قطعه رو حالا وارد محیط اسمبلی کنیم. کافیه که از قسمت مدول اسمبلی رو انتخاب بکنم و حالا ببینم آیا این آپشن ست من تغییر کرده یا نه. تولز، ست، کریت. بله، ببینید در حالت تیپ من یک جیومتری اضافه شده، یک نود اضافه شده، یک المنت. برای همچین قطعاتی که شما نیاز دارید ست های مختلف تعریف کنید، برای فعال کردن دو تا آپشن دیگه ست باید این مراحل رو طی بکنید. امیدوارم که این بخش از آموزش برای همتون مفید واقع شده باشه.